برای این برنامه راهیان نور با ستاد مرکزی راهیان نور و مسئولشون جناب آقای سردار فضلی جلسه گذاشتیم در محضر آقای وزیر. قبل از که وارد دستور بشیم در احوالپرسی خوشبش ما دیدیم این دوستان شروع کردن آقای فضلی و آقای وزیر به گفتگو خاطر گفتن با هم. بعد حساس شدیم که موضوع چیه. آقای فضلی برگشت گفت که آقای فرجیدانا فرمانده من بودند. دوستانی که همراه آقای فضلی بودن همه متحیر بودن که عجب این وزیری که آمدن و میگن که میخواد دین رو منقرض کنه در دانشگاه ها، پس یه آدم بسیجی است. شورای معاونین ایشون که میانگین حضور جبهشون از میانگین مدعیان به مراتب بالاتره. صمیمانه قدر شناسی میکنم از برادر بزرگوارم جناب دکتر فرجی دانا، وزیر محترم و دوست قدیمی و همرزم عزیزم در دوران دفاع مقدس، از رزمندگان، از فرماندهان اون دوران. حیفم میاد در 3 خرداد از فتح خرمشهر یک مقدار اندکی روایت نشود، اون هم بیشتر به واسطه این که شخص آقای وزیر هم جزء فرماندهان و مسئولین عزیز و ناظر بر ما در عملیات بیت المقدس بودن. 3 خرداد ماه روز فتح خرمشهر ما رو بیش از پیش به یاد مسئولیت بزرگی که در پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس داریم میاندازد و تقارن این جلسه باید به فال نیک گرفته بشود.